ارسطو معتقد بود زندگی سعادتمند 3 ضلع داره: لذت، دستاورد و معنا. اگر صاحب یک کسب و کاری یا یه سفره پهن کردی و عده‌ای دور هم دارین برای یک هدف ارزشمند تلاش میکنی، یادت باشه دستاورد به دست میاد، لذت به دست آوردن دستاورد هم به دست میاد، ولی معنا چیزیست که گم میشه. تو این مسیر یه جاهایی، یه تصمیماتی باعث میشه معنات رو گم کنی. هرچه تمرکزت رو از لذت و دستاورد روی معنا بذاری، حال بهتری در طی کردن مسیرت داری. معنا در کسب و کار یعنی چی؟ یعنی یه فرصت دوباره دادن، یعنی با همکارت کمی مهربان بودن، یعنی اگر اشتباهی کرد خود را به ندیدن زدن، یعنی از محصول کم نکردن، یعنی گرون فروشی نکردن، یعنی به هم دیگه رحم کردن. امروز جامعهمون بیشتر از لذت و دستاوردهای فردی نیاز به یک معنای جمعی داره و این توسط هممون ساخته میشه. پس فکر کن ببین معنای تو در کسب و کارت چی میتونه باشه.